تو دفاع میکنیم. من نمیتونم همزمان هم محتوای اینستاگرام بگیرم هم محتوای یوتیوب. منیریان مشکل منیریانه. چرا داری میکاپ میکنی تو ماشین تو همیشه؟ من که هم جذاب باشه. نتونستم فرصت نکردم. این محتوا بگیر نگاه کن. این لحظه اجازه بدید من کمربندم ببندم. خاک به سرت. خب ما بود آهنگ بزنیم. آره الان آهنگ میذارم. الان امروز چندم مرداده؟ دوم سومه؟ سومه. کجا داریم میریم؟ تازه میخوایم ساعت 2 ظهر بریم بیرون. ترقبه مرقبه نبریم منو. تو مگه نگفتی میخوای درس بخونی؟ دیگه تموم شد دیگه درسم. چقدر تو لاشی. خب پس اگه میخوایم بریم ترقبه بریم جا. غذاش خوشمزه است هم خدا جان نبی. برای چی؟ بابا خیلی گرونه. بچه اولین بار خاطره گفت یه چیزی گرونه. خب نمیدونم این قسطاشو داده جیبش خالی شد. آره چون همیشه من میگم گرونه مثلا نریم فلان همیشه ندارم. امروز خاطره گفت من ندارم. امروز عجیبه واقعا عجیبه. خب ببینیم شیری غذا میخوریم. من رژیمم. ها کجا بریم؟ Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. از توی غذا خوردنش موقعش میگیره آفین میگیره. مثلا این جمعه از فامیل دامادی یا من بشم فامیل داماد تو بشم فامیل عروس. چیزی سرا همه داده. من اصلا سیپای بیرون رو دوست ندارم ولی این خوشمزه بود. یعنی ما اومدیم روز بود داریم میریم شبه. آقا من دیدم که میکروفون رو که برمیدارم چیزه هی خشخش میکنه جدیدنی میکروفون وامونده. گفتم امروز با این ایرپادا بردارم که صدای کولر و اینا رو انگار حالت نویز کنسلینگ داره ببینیم چه جوری میشه ویدیو. حالا امتحان میکنیم. امروز من فست بودم تا ساعت 1:30 ورزش کردم. قبلش دوش گرفتم. بعد فستم رو با پروتئین سینه مرغ و سالاد باز کردم. بعد الان میخوام دوباره رو جمع کنم. ملافه‌های تختم رو عوض کنم. کلا امروز ببینیم من چیکار میکنم دیگه. امروز بریم با هم دیگه باشیم. یه سری خریدم دارم که اصلا بهتون نشون ندادم. اونا رو میخوام بهتون نشون بدم.
من گفتم که ساعت 4 برقا میره، الان 1:04 دیگه برقا بره نور نیست که بهتون نشون بدم، بعد باز یادم میره. 4 تا 6 برقا میره. واقعا معطل کردم، یه کوچولو مونده. حالا اینو بهتون نشون بدم. اینا رو من دیروز خریدم. یه دونه مایو خریدم، خیلی قشنگه. پوشیدمش، اومدم خونه پوشیدمش ببینم اندازه است یا اندازه بود. بعد این شکلیه، خیلی قشنگه. بعد اون روز یه دونه بولیز خریدم، یعنی بهتون بذار نشون بدم، یه زیر پوش برای زیر یه دونه شومیز مجلسی میخواستم، آستین بلند سفید. خب از کجا خریدم؟ از تو سجاد. مثلا ننوشته کجاییه، خانم گفت ایرانیه. خب ایرانیه واقعا، جنسش هم زیر پوشه. خب بادیه برای زیر مثلا لباس مجلسی. و واقعا 1,500,000 تومان من به این پول دادم. اینو ببین، قشنگ اعصابت خورد میشه. خب 1,500,000 تومان. بعد تازه اومدم خونه دیدم که خیلی اندامیه، انقدر اندامی و چسب بود، سایز لارج هم تازه خریدم. نتونستم زیر اون بولیزه بپوشم، گفتم حالا بذارش کنار، شاید لاغر بشی. اینو به درد نخوردن 1,500,000 کم پول نیستش. دیروز رفتم اینو خریدم، جنسش هم خیلی خوبه خدایی، یعنی هم تو پاییز میتونی به عنوان یه بولیز بپوشی، هم که حالا برای زیر اونه حتی به درد میخوره، زیر لباس مجلسی میچسبه به تن. فکر میکنم 790,000 تومان بود اگر اشتباه میکنم قیمتش. بعد خریدمش به خاطر اینکه اصلا نسبت به اون زورم اومده بود. طبق معمول تیشرت خریدم، این رنگش خیلی خوش رنگه، خیلی خوش رنگه. بعد تیشرت آخر این توی تن خیلی خوشگله، خیلی، یعنی فکر میکنی یقش خیلی بازه ولی اونقدر باز نیست. اینا رو گرفتم، اینا رو دیروز گرفتم. خب ولی یه چیز دیگه هم میخوام بهتون نشون بدم که چند روز پیش گرفته، تو پلاستیکاش در نیاوردم، همین میخواستم بیام نشون بدم. هی اتاق ما مرتب بود اینا. بچه‌ها این تولید ملیه. خب تولید ملی تو ایران دوخته شده، اما نمیدونم چرا این مارکایی که بهش دوخت زدن همه انگلیسی نوشته، ولی خب حالا کار ندارم. روی مثلا این هم نوشته ایندیگو، 1,600 گرفتمش، آف خورده بود. بعد اینجا نوشته تیارا، خودشون گفتن تولید خوده. برای پاییز گرفتم بچه‌ها، خیلی قشنگی بود توی تنم، اووره، خیلی هم ناناسی بود، رنگش هم ناناسیه دیگه. من عاشق پاییزم دیگه، خیلی قیمتش مناسب بود خدایی. 1,500 چیز خریدم، زیر پوش خریده بودم دیگه، 1,500 نمیتونستم بگیرم. خب حالا خدا مرگم بده بچه ها، من فکر میکنم از اون روز فقط خب اینو گرفتم که این تو اینه، خواستم یعنی اینو بیارم با این بهتون نشون بدم. این پیراهنه، اصلا یادم نبود اینو اون روز گرفتم. بعد اون مهمونی که دعوت بودم در به در دنبال یه دونه بولیزه آستین کوتاه مشکی میگشتم و اصلا یادم نبود من اینو خریدم. خیلی آزادی نگرفتم، حالا اشکال نداره، خیلی توی تن قشنگه. اینو واقعا حالا بذار سعی نشون بدم تا برقا نرفته. اینم همون، نگاه کن آخه جالبه، همش هم مال یه فروشگاه بود، همش هم گفت تولید خودمون. باز این الان لیبل زارا داره. بعد اینجا کاملا مارکش خارجی. از این بچه ها فکر میکنم توی مشهد قبلا چند سال پیش نمایندگی تور منگو بود، بعد دیگه جمع شد، اصلا منگو هم نداشت. بعد تولید داخلی می آورد اینا. بعد همون فروشگاه الان دوباره اومده یه سری جنس آورده. خب من همون روزم شک کردم به یه سری از لباساش که اینا ایرانی نیست. فکر میکنم از این کارهاییه که قاچاق وارد میشه، اینجوری میبرن. نگاه الان اینجا رد قیچی داره. خب این اصلا کار خودش نیست، خیلی تمیزه، خیلی تمیزه. نمیدونم
حال من فکر میکنم اینا ایرانی نیست، از این کارهای قاچاقه که وارد میشه از چین و بنگلادش و اینا، خیلی توی تن خوشگله. جنسش هم بهار تابستون است. بچه این خیلی نگاه بازی نوشته تیارا ولی دوباره از همینا داره که بریده شده. این که قیمتش واقعا مفت بود. این یکی فقط یک کم گرون بود. آره این 2800 بود این بولیزه، فکر کنم اونو من خریدم 1500. این بولیزه 2800، این 1200 بود فکر میکنم. آره این 1200 بود پیاله. انقدر توی تن خوشگله، کوتاه، پارچش یه شاین ریزی هم داره، برای پارچش نمیچسبه چون اینجا آستر داره. خیلی توی تنم خوشگل بود. عکسشو دارم و تو پروف عکس گرفتم ولی انقدر لختیه دیگه، فقط برای تولد و مهمونی و اینا مثلا میتونی بپوشین که پرزش. این خیلی قیمتش خوب بود، اونم خوب بود. اینم واقعا توی تنم خوشگل بود. حالا من اینا رو جمع کنم، جابجا کنم که برقا الان میره 4 تا 6 که برقا میره، ولی بعدش باز در خدمتتون هستم. اعصابم خورده، برداشتم این آیپد رو زدم تو شارژ، الانم برقا میره. بیا 50 چه نشون نمیده، چه صفحه‌اش اینجوری میشه. 52% شارژ شده. خب من میشه بذارم تا 80-85 شارژ بشه. بردم فکر کنم الان دیگه صدای کولر بیاد. میگم که خودشونو مسخره کردن دیگه، برقا هر روز قطع میشه. گوشیم افتاد. گوشیمو نشون بدم کجا گذاشته بودم اینجا. دارم عصبی میشم. جمعه برقامون قطع نشد و دوباره از دیروز جمعه و شنبه قطع نشد، دیروز یک شنبه قطع شد، حالا الان ساعت 4 باید قطع شدی، باید الان قطع بشه. این بگه که هیچ باید بدم به دوسته، اینم لباس چرکاست که برق بیاد بعد میندازم ماشین. اینا باید اتو بشه، اینا اتویه. اینم که میخوام لباس ها رو ببرم بندازم ماشین دیگه. بقیه‌اش هم ترتمیز و مرتب شد. من مشاهده میکنید گرمم شد. بچه یه روز باید یه ولاگ بذارم اون طبقه بالای کمدم رو مرتب کنم. میبینید چه جوری رو هم دیگه کفشا چیز شده، اصلا کثیفه اون طبقه. بقیه کمدام خوبه، این پایینم اونجوری به هم ریخته دیده میشه، همش میبینی پلاستیکه. تو هر کدوم چیزیه اینا مرتب میکنه درست نمیشه. باید از این سبدای ارگانایزر چیه مثلا اونا بخرم، ارگانایز کنیم. زبانم گیر کرد. حالا بذار اینا که میخورم این مدت بهتون نشون بدم راستی. صبر کن چیا میخورم. اینو که هنوز شروع نکردم، دیدم یه بسته ففول دارم تو کشو، بعد نخوردم، گفتم بذار بیرون ببینم بخورم. الان 3 روز میخوام بخورم نخوردم. اینم داشتم. اینو مثلا قرصو نگاه نکردم که تاریخش رد شده یا نه. این کرومه برای اینکه اشتهاتون به قندو بگیره، چون باز رژیم گرفتم. تاریخشم مال بس تاریخش رد شده، مال 2026. یعنی بندازمش گرون شده قرص، نمیدونم. خاک تو سرم کنن الهی. میگم یعنی بندازمش. خب اسکل اکسپایر شده دیگه. خب اینا رو میخورم، بعد از امروز دوباره یه ساشه منیزیم میخورم. این از این و مهمترین هاش اینو از داروگیری گرفتم که بعد که نشون دادم به خانوم عموم داروسازه، گفت ما اینو تو داروخونه هم میفروشیم، اینو شرکت های داروسازی میزنن، گیاهیه، کمک میکنه به روده و فلان و بساینه، مثلا برای دفع. این نوشته بود دوای بلغم. نگاه کنید من اصلا به داروگیاهی اینا اعتقاد ندارم، خب راستشو بگم، ولی خیلی وقتا جواب داده. این سری هم دیگه این پریود که نمیشدم هی دمنوش گرفتم و هی اینا به قشنگ پریود شدن، حالم بهتر شد دیگه. اینم گرفتم که یه ذره
پف بدنم و اینا خیلی یعنی زیاد شده بود، خوابید واقعا، یعنی شکمم پف کرده بود. حالا درسته که پریودم نمیشدم، چاق شده بودم، ولی مثلا این دارو هم خیلی برام خوب بود. حالا اینم گرفتم، دوتا رو سلام. بعد 3 روز مریضی کمرم گرفته و تو تخت بودم. این ویروس جدیده رو گرفتم، فکر کنم الان مرداد شروع شده دیگه، نمیدونم چندمه، یک شنبه 28 بوده، نمیدونم، یکم دوم مرداد. من اینا رو وسط حالا این مریضیه رفتم از دارگیاهی گرفتم. توصیه نمی کنم بخورینا. من مشکل تنبلی تخمدان دارم، تا یه ذره‌ای که چاق میشم دیگه پریودیوم اینها قطع میشه. حالا نوشته که 2 تا قاشق غذاخوری از اینو با 2.5 لیوان آب بجوشونید تا 2 تا لیوانش باقی بمونه، یعنی نصف لیوانش مثلا بخار بشه. صاف کنین، میل کنید. خب میخورم. اون داروهای دیگرم که گرفتم فکر کنم برقا نمیخواد بره. خدا کنه برقا نره. آیپدم هم قشنگ شارژ رفت، یعنی تا اومدم ایرپادم رو گذاشتم حرف بزنم برقا رفت. خدا اونم که دیگه شارژ نمیشه. خدا لعنتتون کنه ایشالله. الان تو گرما باید تب کنیم. خب من الان دست و صورتم رو شستم، مسواک زدم، ساعتم 7:30 و 8:15 تا 8:20 اینا میاد دوبارم که برم بیرون، بیایم با هم آرایش کنیم. خب آقا من یه زمین آرایش میکنم به خاطر اینکه کمرم خیلی درد میکنه، بعد آرایش کردنم هم بهتر میشه. داشتم چیکار میکردیم؟ داشتیم پومان میدیدیم. بچه این کلوف هیجان انگیزترین مسابقه پومان که جمعه اومده خیلی قشنگ بود. الان اون رو دیدم خیلی باش حال کردم. یه قسمت دیگه انقدر همه رو دیدم تکراری میبینم. گالری پودر ماده غذایی، به 2 پنیر موزارلا، 3 عسل، 4 شیره خرما. آقا یه سوال بگم، یه سرگرم یه دوستم بگم پنیر موزارلا دیگه. کسی که قلبه چه به خودش نمیشه. حالا تو ذهنم بود که اینو بپوشم، بعد یه شلوار تو ذهنم بود. امروز قراره به آرزوی بچگی اون برسیم. آماده ای؟ سواله. هر کی سوال بیشتری جواب بده میتونه تصمیم بگیره که خودش غذا رو بخوره یا بده یه نفر دیگه. اون شلوار کمرش گشاد شده بود، همین پوشیدم میشه بپوشمش. تکنیکی الان 3 تا شلوار دارم که اندازم میشه. اینو نمیپوشم. آره اینو نمیپوشم. اسپکتو پروتونو. نه داداش اینو پوشیدم. الان این دروازم خیلی براقه. وسیله ها رو بردارم. با این بنده خدا امروز کار دارم، میخوام اینو بردارم. قرص داکسیساکلین که شب قرص کرومم، یعنی منظورم این بود داکسیساکلین هم شب میخورم. ففولم، میگم ففول، خدایا
نیچر فیت و این داروی برقم که بهتون نشون دادم. بریم. مردی با شام آمد. خیلی گشنم بود. متشکرم از تو. داداش یکیه؟ و خودتون چی خریدین؟ منم گوشت برای خودتون چه اندازه گرفتین؟ معمولی دور برشون. خدا من خوب گشنمه. چیکار کنم؟ وقتی گشنمه نمیتونم نخورم. چوزم خریدی؟ چوز دست در نکنه. سلام علیکم. من دیگه الان ایرپاد نذاشتم، همین الان از بیرون اومدم. ساعت رو به 12 شبه. بعد صدای کولره، بعد اتاق بغلم خوابه، من نمیتونم خیلی بلند صحبت کنم. ما دیگه بعد اینکه شام خوردیم فقط دیگه دوری زدیم و یه کاری داشتیم انجام دادیم و همین. جای خاصی نرفتیم، کار خاصی هم نکردیم. الان آرایشام پاک کنم. اومدم آرایشام پاک کنم. گفتم که فکر کنم دوربین کج داره میگیره. الان که کجه. آرایشام با میسلار پاک کنم. اینم بهتون نشون بدم. برام سررسید آورد. مال شرکت نمیدونم چیه ولی پکیجینگش مشکل بود. گفتم بیام بهتون نشون بدم. مال یه شرکت مهندسیه دیگه. یه شرکت دانش بنیانه، اسمشون رو نمیگم. این خودکار داره، هم رنگ خودشه و اینم رنگش قشنگه. بعد برعکس سررسیدای دیگه مثلا همه صفحه هاش که اسم اون شرکت ننوشته باشن اصلا ننوشتن اسمشو. خیلی خوبه. همین اولش یه کوچولو اومده نوشته، صفحه اول دیگه ننوشته هیچ. خوبه. من یه عالم سررسید دارم و هر سال سررسید هم نمیاد تو کامود ولی خوشم میاد. اوکی دیگه همین آرایشون رو پاک کنیم که من الان که میرسم خونه اولی که لباسامو برمیارم خیلی خوشحال میشم. حالا هم فکر میشه بعد که الان لباسامو مثلا درآوردم آرایش ها رو که پاک میکنی، میشوری، مسواک رو میزنی، میای تمیز سرتو میذاری رو بالشت که دیگه بری تو اینستاگرام و حالا من سعیدیتم میکنم کاراتو رو کنی اصلا دیگه آسایش دارم. نه بگم وقتی میخوای حاضر شی حاضر شم فلان شم برم بیرون و دیگه 2 ساعت که بیرونی. من 8 رفتم دیگه 12 حالا بیرونی قشنگ خسته میشی. فکر کنم اینا نشونه‌های بزرگسالیه. آرایش پاک کردن من خیلی طول میکشه. بعضی ها مثلا همینجوری اینجوری میکنن میرم میشورن. از اونجایی که من چند سال تو کار پوستی فعالیت میکردم و خیلی همچنان علاقه دارم و خاطر شرایط اقتصادی گذاشتمش فعلا کنار. خلاصه اینو میدونم که شما تا جایی باید صورتتون رو با میسلار واترتون یا حتی اگر بالم پاک کننده یعنی از این روغنی ها هم استفاده میکنیم بعدش پاکش میکنیم باید تا جایی این کار بکنیم که دیگه این پد سفیدتون هیچ لحاظ آرایشی روش نباشه، سفید بشه. بعد برین سراغ مرحله بعد که میشه شستشو با ژل یا فوم شوینده که من در هر دو حالت هم ژل رو ترجیح میدم. پوست من به شدت حساس و چربه. برای پوست خشک خب بعضی ژل بهتر. در همین خیلی این آرایش پاک کردن من طول میکشه.